آردی کمک! آردی! جاسوس نامرئی هنگ کنگ 2019 امروز یک خودرو در جنوب شهر جمعیت رو زیر گرفت و 5 نفر رو کشت و 18 نفر زخمی کرد. راننده میو کیونگ لونگ رئیس یک شرکت ورشکسته بوده. یک نفر در صحنه تصادف فیلم گرفته. میو با سرعت بالا جمعیت رو زیر گرفته و بعد از تصادف با یک اتوبوس گردشگری متوقف شده. در حین این تصادف به خاطر شدید بودنش خود میو هم کشته شده. سر صحنه مرگش تایید شده. گروهی ویژه برای تحقیق تشکیل شده. پلیس از فردی ناشناس هشداری درباره وقوع این حادثه دریافت کرده بود. اوایل همین ماه در تایپو یک خودروی حامل کالاهای سنگین هم همین کار رو کرده بود. این دومین تصادف در این ماهه. سلام پیر. همین الان اخبار رو دیدم. حق با تو بود. اگه فایل زودتر رمزگشایی کرده بودیم تلفاتو به حداقل میرسوندیم. حالا باید با این اطلاعات چیکار کنیم؟ به تحقیق ادامه میدیم. تیم برای ما زیادی بزرگی. ما یه پایگاه داده عادی و هک نکردیم. احتمالاً فایل یه سرویس مخفی. بیل مراقب فایل باش. الو. آروم باش، من یه پلیسم.
انحصاریه. مرکز، چینگ تو کجاست؟ دو خودروی مظنون دارن تعقیبش میکنن. خیلی خوب. خودروهای مظنون دارن نزدیک میشن. تو من اینجا. بپر. نه. خودروهای مظنون دارن نزدیک میشن. به من گوش کن. با شماره 3 میپریم. باشه؟ من میشمارم. 1. قصادی گفتی با شماره 3. خیلی خوب پریدی تو ماشین. آقا اگه برام یه بالگرد می آوردی بهتر میشد. فکر کردی تام کروزی؟ خودت چی؟ فوکویامایی یا جکی چنی؟ یوهو، خبرنگار مستقل. این فقط یه پوششه. فارغ التحصیل دانشگاه MIT، کارشناس فناوری اطلاعات و مهندس برق، یه هکر نیمه وقت، متخصص بدافزار. سال 2016 یک بار توسط پلیس دستگیر شدی، ولی دادگستری هنگ کنگ ازت رفع اتهام کرد و آزاد شدی. ما میدونیم قبل از اون تصادف تو جنوب شهر تو یک کافی شاپ در وان چای، با اینکه میدونستی دردسر میشه، به پلیس درباره حادثه هشدار دادی. معنیش اینه که نمیخواستی مردم بمیرن. ما و شما یه طرفیم. چرا همکاری نکنیم؟ ادامه بده و اگه مدرک داری منو بازداشت کن. این کار لازم نیست. اثبات امضا کن و آزادی که بری. به رسانه ها میگیم که از این منطقه رفتی و بر نمیگردی. یه نفر میخواست منو بکشه. اگه از اینجا برم حتما کشته میشم. احتمالاً فقط ترسوندتت. این آدما به یه جایی وصلن. محافظ شخصی کمکی نمیکنه. موفق باشی. قربان، حدود 2 هفته پیش میخواستم درباره قاچاق انسان مقاله بنویسم و تونستم یه پایگاه داده مرموز رو هک کنم. بیل، ولی اونا فهمیدن. تونستیم فقط بخشی از فایل رو دانلود کنیم. حمله‌شون رو شروع کردن. سیستم امنیتی ما 30 ثانیه دیگه از کار میفته. بیشتر اون فایل‌ها رمزگشایی شده بودن. بعد از رمزگشایی اونا متوجه شدیم که یه نفر میخواد تو محله تایپو و جنوب شهر هرج و مرج درست کنه. معتقدم که پلیس داره روی ماجرا سرپوش میذاره. چرا اینو میگی؟ بین فایلایی که هک کردم چند تا فیلم آرشیوی و متن پیدا کردم. متنا به انگلیسی بودن، ولی مثل آرشیو کامل نبودن. از متنا به این نتیجه رسیدم که یه گروه تبهکار خطرناک وجود داره که بچه ها رو میدزده و اونا رو آموزش میده و به تبهکارای آینده تبدیل میکنه. این تبهکارا مدت هاست که پلیس ها رو به درد سر انداختن. چیزی شده؟ این موضوع رو اداره امنیت هنگ کنگ پیگیری میکنه. تو یکم استراحت کن. گریس، میکروفون قطع کن. اگه اداره امنیت پرونده رو میخواد باید نامه‌نگاری انجام بشه. خبرتون میکنن. پس صبر میکنیم تا بیاد. ببخشید باید برم. نه، اون تو 2 حمله بزرگ دست داشته. این پرونده مال ماست. چنگ، اون دختر شروع کرده با حرف زدن. اگه الان حرف نزنه بعدش چیزی مشخص نمیشه. چانگ، همه چیزو جمع جور کن. محرموم کنین. بله قربان. ببخشید. اون دختر میگه تو نیرو پلیس های فاسد داریم. داشتم فکر میکردم که کی ممکنه باشه که تو یه دفعه وارد شدی. باید به چینگ تو شک کنم؟ مگه تو پلیس نیستی؟ چنگ تو بد سابقه. از 6 سال پیش پلیس مخفی شده. از وقتی برگشته معمولا خود سرعمل میکنه.
باید به اون شک کنم. نمیگم شکت بی مورده، ولی کی میدونه کی فاسده؟ هیچ کس نمیدونه. آقای چنگ، بهش چی گفتی؟ طبق دستورالعمل در هر موردی فقط به افسر پروندم گزارش میدم. اداره امنیت پرونده رو بگیره، رؤسا بهمون خبر. بله قربان. خستمون کردی، باید استراحت کنیم. شام میخوری؟ یادت داره چی گفتم؟ اون چی گفت؟ مهم نیست با اون رفتارش. میدونی که آدم رو رستی نیست. اداره امنیت یه بخش حساسه، زیادم بد نمیگه. ولی تو هر جوری حساب کنیم استادش بودی. اینو نگو، مال خیلی وقت پیشه. حالا یه پست کلیدی داره. چی؟ من عوض بشو نیستم. تو استادم بودی، همیشه استادم میمونی تا ابد. ممنون که هر روز منو میبینی، لطف داری و احترام میذاری و برام چای میاری و مؤدبانه حرف میزنی. خب الان برای چی بیارم؟ چای و هل بریزم بیارم؟ درباره مردی که دنبال یوهونگ بود چی میدونیم؟ احتمالاً آموزش نظامی دیده بوده. از حادثه جنوب شهر چیز تازه‌ای میدونیم؟ طبق ارزیابی نیرو تبهکارا میوچوک رو مجبور کرده بودن برای محافظت از خانواده‌شون کارو کرد. میو تو بخش مالی و وام بود، بیشتر مشتریاش اروپایی بودن. اینطور که به نظر میرسه بعد از حادثه ارزش سهام شرکت خودش و شرکت‌های شریکش سقوط کرد. به نظر میاد یه نفر میخواد با این حمله اقتصاد هنگ کنگ رو مختل کنه. باید به همه واحدهای پلیس هشدار بدیم. پیشنهاد میدم خیلی سریع تماس بگیریم و بگین دیسکی که یوهونگ اشاره کرد برامون بفرسته، چون حاوی نقشه‌های تبهکاراست و ممکنه خطراتش اثرات خیلی وسیعی داشته باشه. موافقم. پس تماس لازم رو انجام میدم. آقای چنگ، از یوهونگ کاملا محافظت کنید. بله قربان. درباره پرونده با کسی حرف نزنید. با هیچ کس. بله قربان. سلام. سلام. امشب ببخشیم بگو. تاسفم که پرونده تو رو گرفتم. این چه حرفیه؟ به بخش تو مربوط میشه. حالا چی میخواستی بگی؟ مهم نیست، بریم سوارشیم. آسانسور اومد. آرزو خان هرچی طولانی تر بهتر. 蛋糕係啦，你都越長就越靚㗎。اینم هدیه‌ات. یا اشغال دست دوم آوردی. ببینم تو چه جور دوستی هستی. تمام شب داشتم براش چونه میزدم. اگه نمیخوای پسش قبولش میشه بابا. نزن. یه پیرمرد چرا از همچین چیز بچگونه‌ای خوشش میاد؟ همه یه کودک درون دارن جز تو. 我總唔相信你會帶出嚟。我真係唔會帶過呢啲咁嘅嘢，一定收喺籠底廿零拎翻出嚟炒啊嘛。喂姐，生日快樂 ！Thank you。頭先呢排都想提你㗎啦，唔使你提，我記得。Thank you，Thank you，Thank you。Sir，過嚟影相啊 ！OK。喂，等我一陣影幅相先。我唔阻你，生日快樂，我走先。喂，影幅相都唔等我，我同你幾耐冇飲過。اون دختر میگه تو نیرو پلیسای فاسد داریم. داشتم فکر میکردم که کی ممکنه باشه که تو یه دفعه وارد شدی. باید به چنگ تو شک کنم.
بعد از رمزگشایی اونا متوجه شدیم که یه نفر میخواد تو محله تایپو و جنوب شهر هرج و مرج درست کنه. معتقدم که پلیس داره روی ماجرا سرپوش میذاره. از متن به این نتیجه رسیدم که یه گروه تبهکار خطرناک وجود داره که بچه‌ها رو میدزده و اونا رو آموزش میده و به تبهکارای آینده تبدیل میکنه. اونا رو آموزش میده و به تبهکارای آینده تبدیل میکنه. این تبهکارا مدت هاست که پلیس رو به درد سر میندازن. دختر خوشگلیمون دوست داره هر روز بستنی بخوره. به چی فکر میکنین قربان؟ صبح بخیر. دختر گلم هر وقت بستنی بخواد به پدرش میگه باشه؟ باشه. چه طعمشو دوست داری؟ قهوه شکلات رو دوست دارم، خوشمزه. ای شکموی بابا. بای بای بابا. خدافظ. قربان امشب برای شام میایین خونه؟ آقای چنگ، هماهنگی‌های لازم انجام شده. تا 1 ساعت دیگه مأموریت شما شروع میشه. فایلای هک شده یوهونگو بیارین. اگر یک خبرچین بینمون باشه، باید تعداد افراد درگیر رو کم کنیم، ولی برای کمک شخصی رو براتون انتخاب کردم. امیدوارم مخالفت نکنید. موفق باشین. به انتخابتون اعتماد دارم. بگیم بیان داخل. قربان. قربان. آقای چنگ و آقای چینگ به مأموریت میرن. نیروهای ویژه به شما کمک میکنن. آقای یپ در ستاد پلیس ویژه میمونن و ضمن نظارت بر عملیات شما را پشتیبانی میکنن. بله قربان. فناوریش قدیمیه درسته؟ آره بازی قدیمی هست. همه هم لحظات این کارو میکردن. از تلفن همراه که بهتره. من که معتادشم. منو یادت میاد؟ دو سال پیش در فانلینگ تمرین ضد تبهکاری. یادم نمیاد. خیلی عوض شدی. شاید به خاطر کارته. اولویت یه مأمور مخفی چهره شناسیه. منم مأمور مخفی بودم. شبیهشونم نیستی. زیادی به چشم میای. هرچی بیشتر سعی کنی مخفی بمونی راحت در لو میری. شاید این تعمدی باشه. امروز عملیات سختی در پیش داریم. اطلاعات میگه هدف در جای شلوغیه. برای اینکه هدف رو نره به عنوان شهروند عادی به اونجا میریم. اگه با هر حمله یا مقاومتی مواجه بشیم قسم خوردیم که از مردم در برابر خطرها محافظت کنیم. دروازه شماری امنه. شدیدم. ساکت باشیم. بریم بیرون. بریم بیرون. بریم بیرون. باشیم. ساکت. بریم بیرون. برو. برو. گروه آلفا مستقر شده. 3 ثانیه دیگه وارد بشیم.
چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ تصویر نداریم، صدا دریافت نمی‌کنیم. تو؟ صدا ما میشنوی؟ یکی زخمی شده، کمک بفرستین. حرف بزن چنگ، ببینم کمک فرستادین؟ دیسکو بردن. چقدر طول میکشه؟ هنوز تصویر نداریم، صدا داریم. تو صدا ما میشنوی؟ چی شده؟ یه تنه بود، داریم مصنوع رو تعقیب میکنیم تا دیسکو بگیریم. واقعیتشون رو پیدا کنین. تصویر ثابت نیست. هنوز اونجایی؟ دیسک پیش منه. زود باش، فرود بیا. سب کن تا بیام. نیست پیش منه، سوار نشدم. آگرد زدن، دستور چیه؟ اونجا رو ترک کنین جان. اونجا رو ترک کنین.
طیب این دیسک خالیه. یه تله بود. ارتباط یک واحد ویژمون قطع شد. احتمالاً یه خبرچین داریم. در این عملیات 15 نفر از نیروهای ما شرکت داشتن. اون دختر یوهونگ چطور؟ چرا مهاجم اونو نکشت و میخواست اونو بدزده؟ چه دلیلی داشت؟ اگه یه نفر میوکوواکو تهدید کرده، دخترم شاید تهدید شده باشه. ممکنه یوهونگ یه تبهکار باشه. نظرتون چیه؟ هر چیزی ممکنه. شامل ناپدید شدن چینگ تو هم میشه؟ باید به اونم مظنون باشیم؟ پلیس صحنه رو پاکسازی کرده ولی هنوز از اون خبری نشده. موضوع اینه که آخرین نفریه که دیسکو لمس کرده. من اینطوری ادامه نمیدم. من نگران امنیت همه همکارم هستم و شما به وفاداری چینگ تو شک دارین. شما به امنیت و سلامت همکاراتون اصلا اهمیت نمیدین و انتظار دارین به جواب برسین؟ شاید من خراب کردم. چینگ تو مدتها برام کار کرده. اون دوستمه. به اون شک نمی کنم. چی میگین اگه بگم طبق اطلاعاتم چینگ تو مجرمه؟ ضمانتش با من. یه جای امن. بله قربان. صبر کن. دیگه چیه؟ از تو خبری شده؟ گزارش پلیس ارسال شده. تو بدون جان برگشتی. چرا هیچ کس نمون تا پیداش کنه؟ تنهایی اینو فهمیدی؟ چرا به بالگر گفتی برگرده؟ اون به خاطر تو ناپدید شده. باید پیداش کنم. با اونا ثابت میکنم که یه پلیس فاسد نیست. اون برگشت و به من کمک کرد تا سرحد مرگ. نمیتونه فاسد باشه. موندن ما فایده ای نداشت. دختره تنها سرنخمونه. به من اعتماد کن. متاسفم. آقای چنگ اینجاست. چرا دیسک خالیه؟ تو این کارو کردی؟ منظورت چیه؟ تلفات سنگینی دادیم. حالا حقیقتو بگو. بیل چطوره؟ مرده. تو کی هستی؟ با تبهکارا چه رابطه‌ای داری؟ میخوای هنگ کنگو با خودت دفن کنی؟ بیل مرده. دیگه حرفی برای گفتن ندارم. به دلیل دروغگویی و ارتباط با 2 حمله تبهکارانه بازداشتی. بله، فایلای هک شده به بیرون درس کرده. مأمور اطلاعاتی ما تایید کرده که هکر چیزی درباره فهرست مأمورامون نمیدونسته و
از جزئیات و زمانبندی عملیات ضربتی اخیرمون خبر نداشته. هکر کل سیستم داده رو از کار انداخته تا قفل سیستم باز نشه. اینطوری نمیتونیم هیچ برنامه رو اجرا کنیم. تمام تلاشمون تو این چند سال بی نتیجه مونده. من نمیفهمم تو تا الان چی کار میکردی پسر؟ تانگ، میدونی اگه این موضوع سریع حل نشه بعدش تبعات وحشتناکی دامنگیرمون خواهد شد. وقتو تلف نکن. آیتون 3 تا تماس گرفته، هنوز نمیتونن قفل فایل رو باز کنن. باید هکر رو پیدا کنیم. تو مأموریت ضربتی چیزی که میخواستم پیدا کردیم. دیسک اصلی پیش منه. چهارصد متر جلوتر به پیچ خودرو 1. چرا تو؟ چی میخوای؟ اولش واقعا نمیدونستم. من در اصل یه پلیس حریص و درستکارم. این تضاد بزرگیه، ولی یوهونگ جوابو به من داد. هنوز خودمو نفروختم چون قیمتش اصلا مناسب نبود. مزخرف نگو. یوهونگ پیش توه، تحویلش بده. الان که گفتم پولو انتخاب کردم. میدونی که تو بازار ارزش بالایی داره. باید یه فرصت دیگه میدم. میتونم بعدا سابقات رو درست کنم. همین الان ضبطش کردم. وقتی دستیار تیر خورد کنارش بودی. چرا مهاجما به اون شلیک کردن نه به تو؟ ممکنه که تو اون قاتل رو فرستاده باشی ها؟ ادای پلیس خوبا رو در نیار. خسته نشدی؟
تسایی هستی؟ سال قبل. اما دختر کوچولوم هنوز تب داره؟ بهتره. فکر کنم به خاطر آبی اینجاست. چرا اومدیم اینجا؟ آب و هوا اینجا بهش نمیسازه. عزیزم، دلیلش هر چی بوده قبول میکنم. وقتی بیای خونه با هم صحبت میکنیم. اما نه عمو جون، گریه واسه چی؟ عزیزم گریه نکن. اونی که باید گریه کنه باباته. ما مخالف خانواده داشتن نیستیم، ولی نمیتونی همینطوری بذاری بری. درست میگم؟ خب حالا نوبت توه. آقایتون، بهتون قول میدم اما به تو یاد دادیم آدمایی که دوستشون داری باید زجرشون رو تحمل کنی. عزیزم 5 سال دیگه اجازه میدیم که بری. اما عزیزم کارتون خوب بود. با آقای چنگ مسابقه میدین؟ واقعا؟ به تو یاد دادیم آدمایی که دوستشون داری باید زجرشون رو تحمل کنی. منو یادته 2 سال پیش در فانلینگ تو تمرین ضد خرابکاری زیر دستت بودم. یادم نمیاد.
یکم آب بخور. فقط منو بکش، وقتی تو تلف نکن. سال 2013 یه گزارشگر مستقل شدی و به فیلیپین رفتی تا از منطقه فقیرنشین اونجا گزارش تهیه کنی. 一去就去咗3年。 تمام تلاشت این بود که به هدفت برسی. سال 2017 از اونجا برگشتی و همین تازگی‌ها فعالیت تو شروع کردی. به خاطر اون ناپدید شدی. یه دانشجوی ممتاز بودی، یه خبرنگار شدی، چون برای جستجو تو جاهای نامتعارف یه بهانه لازم داشتی. متاسفانه وقتی اونو پیدا کردی مرده بود. چرا اینقدر دنبال موضوعی؟ خواهر کوچولم غم‌انگیز مرد. وحشتناک بود. وقتی از اردوگاه فرار کرد تو اونو گرفتی، اونو فرستادی به یه شکنجهگاه. اون فقط 8 سالش بود. چرا فقط اونو نکشتی؟ حتی اگه منو بکشی قفل فایلا رو باز نمی‌کنم. تو آدم بده نیست. اون دستور منو اجرا کرده برای محافظت از دیسک. تو مأموریت ضربتی مجبور بود ناپدید بشه. دیسک پیش منه، پیش منه. دیسک پیش منه. خوبه. به دستور من تو رو به اینجا آورد تا ازت محافظت بشه. اون عضو یک گروه مخفی ضد خرابکاری تحت امر پلیس هنگ کنگ، IFF، نیروی خط مقدم نامرئی هنگ کنگ. IFF کاملا سریه و به همین علت بیرون از تشکیلات قرار داره و مأموراش مستقیم به من گزارش میده. اگه کاملا سریه چرا داری اینو به من میگی؟ میخوام تو مبارزه با خرابکارا به ما کمک کنی. میخوام بدونم چرا میخوان تو رو بگیرن. چون من سیستم داده هاشونو قفل کردم. وقت نداشتم که همه چی رو دانلود کنم، ولی تونستم برای اونا یه ویروس بفرستم تا سیستمشون از کار بیفته و دیگه نتونن ازش استفاده کنن و به پایگاه داده دسترسی داشته باشن. تنها راه باز کردن اون قفل این ابیه چشممه. الان بیرون خونه مأمور مخفی پلیس چین چون هستیم. پلیس داخل خونه دنبال سرنخ میگرده. با توجه به روبوده شدن یوهونگ، یعنی شاهد اصلی تصادف جنوب شهر. آروم باش، جای دخترت پیش ما امنه. خیلی متشکرم. ببینم تو هیچ میدونستی که برای خانم یوهونگ یه خریدار واقعی وجود داره یا نه؟ نمیدونستم. اون ادعا میکنه که دیسک فایلو داره. اون کیه؟ احتمالاً همون پلیسی که تو عملیات ضربتی ناپدید شده. همکار قدیمیت. اون برای گروه پلیس کار میکنه. همکار من نیست. سعی کن پیداش کنی. با اسم خودت با اون یه قرار بذار. باشه. خبرت میکنم. ساعت 3 بازار تهیه غذای چهارشنبه. وقتی چنگ از پنجره فرار کرده یه نمونه خون باقی گذاشته. از روی DNA تایید میکنیم که اون دوست دوران بچگی اتسایه. چیزی که دارم مال توه، چیزی که داری مال منه. بیا. تمام سالهایی که دنبال دوستت میگشتی درباره این سازمان سری به ما اطلاعات دادی. برای چی؟
چون مطمئنم که اونا دوستم و دزدیدن قربان. اون بیگناهه. اگه اون موقع برای نجاتم برنمیگشت آدم بده ماجرا من بودم قربان. این تنها فرصتته. میخوایم یه نیروی جدید تشکیل بدیم. شاید کمک کنه دوستتو پیدا کنیم. قربان واضح میگم که اون یه قربانیه. میتونم قبل از عملیات با اون حرف بزنم؟ اون موقع شاید یه قربانی بوده، ولی باید بگم امروز اصلا نمیدونی به چه جور آدمی تبدیل شده. اگه با اون نرم برخورد کنی مشکلی درست نمیکنه؟ قربان حتما دلایل خودشو داره. به خاطر من تو عملیات ضربتی تیر خورد. پریروز هم موقع شلیک منو هدف نگرفت. نمیدونست که گلوله ها مشقیان. فکر میکنم که قصد کشتنمو نداشت. خیلی خوب. 5 دقیقه. فقط 5 دقیقه وقت دارین آقای چینگتو. بله قربان متشکرم. دستور رو اجرا کن. هنوز بازی میکنی؟ دختره و دیسک سخت قیمتو بگو. وقتی کوچیک بودیم تو اون یتیم خونه راحت مکعب روبیکو حل میکردیم. بازیگوش بودیم. معلم ها از دستمون آسی بودن ولی میدونستن به خاطر باهوشیمونه ازمون به دل نمیگرفتن. صبرم آزمایش نکن. این پروندته. خیلی وقته که از هم دوریم. چیزای زیادی عوض شده. فقط خنده هات وقتی خوشحال بودی یادم مونده. اون یه دوست قدیمیه؟ به نظر میاد قصد بدی نداره. اول میگی دنبال پولی، حالا داری از خاطرات میگی. تصمیم تو بگیر. وقتی برامون نمونده تسای بذار بهت کمک کنم. قیمتو بگو. آقای چینگتو رئیستون از پلیس ویژه اینجاست. خبرچین آقای چینگم. ساعت 3 بازار غذای چمشو. خوشحالم که هر دوتون رو میبینم. تو فکر میکردم کشته شدی. میبینم که زنده و سالمی. خیالم راحت شد. و تو چنگ، فکر میکردم تبهکارا دزدیدنت، ولی انگار قرار داشتین. میشه این لحظه خوب رو با منم شریک شین؟ چیزی که میخوای بدونی رو میگم، ولی الان باید بری. میگفتی استادتم. درست میگم؟ ولی خبرچینت از من بیشتر میدونه. وقتی استاد صدا میزنی باید جواب تو بدم؟ چنگ، میدونی اونا پشت سر چه چیزایی میگن؟ ولی هنوز رأی منو داری. فکر میکنیم به هر دوتون مظنونم؟ نه، جواب منفیه. چون به هر دوتون آموزش دادم. اگه به هر کدومتون شک میکردم برام یه شکست کامل بود. ولی حقیقت اینه که
شکست خوردم. فرد مظنون در خروجی A، 3 نفرن در خروجی C. همه گروه ها جمع شن. اگه چیزی نداری بگی به بچه ها خبر بده تا جشن بگیریم. آخر نمیخواد. ممنون. برو. بهت گفتم برو. وقت خداحافظیه. بگو چنگ تو اونو بکشه. بکشش. اگه دیوونه شدی بگو اگه اونو بکشه معامله میکنی. فشارش بده. این یه عملیاته. بله این یه عملیاته. میخوان تو اسپانیا مبادله کنن. آقای چینگ به عنوان فروشنده میره تا یوهونگو تحویل بده. پلیس ضربت مالی از ما پشتیبانی میکنه. به 3 گروه تقسیم میشیم. گروه اول آقای چینگ، جانسون و چیو. گروه دوم گروه ضربت و تک‌تیرانداز. گروه سوم پشتیبانی فنی و گروه ناظر. آقای لیونگ، دیشب ساعت 7 پرستار و دختر چنگ چونگین با 2 مرد آپارتمان رو ترک کردن. احتمالاً هنوز تو هنگ کنگن. مراقب باش، محل دقیق رو میخوام. بله قربان. اسپانیا.
آقای تونگه. بله. هنوز نمیدونیم انگیزه چینگ تو چیه، ولی فکر کنم با پلیس هنگ کنگ کار میکنه. اونو دست کم نگیر. بله آقای تونگ. بله 5 سال گذشته. من کی میتونم دخترمو ببینم؟ خیلی جرأت داری که اینو داری مطرح میکنی. فراموش نکن ما از توی مأمور ساختیم و برات سرمایه گذاری بزرگی کردیم. تو برامون چیکار کردی؟ حتی هویت خودتو لو دادی، ولی ما از تو ناامید نشدیم. کمکت میکنیم دوباره شروع کنیم. اصلا متوجهی که چقدر زمان و پول برای تو هدر دادیم؟ متوجهی؟ پس درباره رفتن صحبت نکن. تو و دخترت یادت نره که فعلا تنها سرمایه های کاری ما هستین. بله خوبه. این فقط شکلات نیست، بخشی از خاطرات بچگیمه. یه شکلات بخور، قندش آرومت میکنه. ممنون که جونتو به خطر میندازی. باید بگم خیلی وقت منتظر اینم. اگه تردید داری برای نگفتن دیر نیست. نگران نباش، خواهرم ازم محافظت میکنه. برای این آماده‌ام. آقای تونگ، محل رو پیدا کردیم. هدف خوب شد. سی آماده این؟ مستقر شدیم. خوبه، منتظر دستور من باشید.
آقای چینگ تو موقعیت ساعت 9 و 5 و 2 نفر در موقعیت 3 و 10. آقای تونگ اون اینجاست. آماده باشین. نصف پولو بهت میدم. تو دوست منو کشتی. خیلی ناراحت شدم. قرارمون عوض میشه. زندگی تو هم بخشی از قراره. متاسفم. ممکن نیست. دمون اون یکی گوشی رو بده بهش. حرف بزن. جهت اطلاع بگم که تو نمیتونی تغییرش بدی. نمیتونم. گوشی رو قطع میکنم و بعد از یکم هواخوری باهات حرف میزنم. پس میخوای بازی کنی ها؟ باشه منتظرم. اگه خانم یوهونگو تحویل ندی آدمای زیادی تاوانشو پس میدن. منم که عاشق بازیای مرگبارم. البته به جز این 3 تا دیگه هم هست. همشون تو ساعت شلوغی منفجر میشن. بوم بوم بوم. اگه برای پلیس هنگ کنگ کار نمی کنی پس نباید برات اهمیتی هم داشته باشه. به نظر میاد تو آستینت حقه داری. آره میتونم قرار رو به هم بزنم. دمون چینگ بیاین. باشه بهتر آماده یه زانو زدن بشی. فکر کرده تو تونل ندیدمت؟ نمیتونی منو دست بندازی. هدف قفل شده. چیزی برای چونه زدن نداری؟ خب همه مشکلات رو حل کردم. سیستم باز شد. ذخیره سازی. اگه میخوای زانو بزنی هنوز وقت داری. ذخیره سازی نمیشه. یکی داره با سرعت ما رو هک میکنه. نقطه خروجی موقعیت ساعت 12:08 متر. خودت خاصی به هم بخوره. میخوای ادامه بدی؟ فکر کردی یهونج اصلی پیش توه؟ آماده این؟ مستقر شدیم. خوبه منتظر دستور باشین. یوی واقعی راز تو میدونه.
علامت روی نمایشگر نشدی؟ لحظه ارسال علامت یه ویدیوی ضبط شده برات فرستاده. شما اراذل نادونتر از اونین که بازی رو تمام کنید. از هنوز نفهمیدی اسکن عنبیه یه چشم رمز رو باز نکرد، در اصل به سیستم یه ویروس اضافه کرد. اون دختره رو بکشین! آقای چینگ بمبا رو پیدا کردم، میتونم ردشون رو پیدا کنم. استحکام زیر 15%. بیا بدو هونگ بدو. خواهر کمکم کن. استحکام زیر 5%. تخلیه کنید. استحکام زیر 3%. تخلیه کنید. پایگاهشون تو اسپانیا نیست، تو هنگ‌کنگه. با واحد ضربات تماس بگیر. استحکام زیر 1%. تخلیه کنید. پلیس بیارکت! دوشید! اون یه بمب داره، دوشید! دمون چنگ اون پلیس رو بکشین!
جای دخترت امنه. جای دخترت امنه. نترس دخترم، بیا من پلیسم. بعد این همه سال تنها کاری که تونستم انجام بدم برات. 30 سال به خاطر من زشت کشیدی. اگه برام بر میگشتی منو با خودشون میبردن. تمام این سالا چطور تونستی تحمل کنی؟ چطور تونستی؟ تحملش سخته. کمر آدم رو میشکنه. طوری نیست. تموم شده. طوری نیست. ما با هم برادریم. هنوزم مدیونتم. نتونستم. ببینم مگه نمیخواستی دوستتو نجات بدی ها؟ خداحافظ برادر.
孤独的人在回忆里入座，沿途漂泊，像故事的段落。某一句誓言被时光藏匿了。3 ماه پیش در اسپانیا و فیلیپین پلیس بین الملل تعداد زیادی از اردوگاه‌های کودکان سرباز رو کشف کرد. بچه‌های نجات داده شده از این اردوگاه‌ها به یتیمخانه‌های محلی منتقل شدند. 当欠了该还的，愿失散的，就爱歌的其所。我爱过遗憾，此生才无憾了。赠你的挂念是沉默。但愿你我别再问为什么，风吹云散，来的也去的，谁参得透因果？但愿你我能如约的快乐，才不辜负相遇多难得。时光好似列车，我们都是旅客，最美不过同行过。